دوستان عزیز، حالا در صدد یک سفری نوبتی هستیم. من شریف خلیل و همچنین ژورنالیست ماهر ما علیمجان پنجزاده، شاعر نامور ما غنیزاده و همچنین یک دوست دیگری ما آموزگار شوکت جان همراهی دارند و ما همین سفر را از موضع چکابی ناحیه آلتینسای آغاز کردیم. اینجا همراه ما از خود دهه حوض استا اقساقانی که چندین مراتب بر ما راهنما بودند، خدمت کردند. استا زایرکه ما را با ماشین خودشان تا همین موضع آوردند. و استا شما گویید که این موضع اصلا چی نام دارد؟ حالی ما در کجا قرار داریم؟ کم شهر. این موضع اصلا موضع بادامزار، با زبان تاجیکی گوییم بادامزار. بینید در همه جا اساسا بادام، درختای درنگ و در بلندی ها ارچه ها. همین موضع که حال ما استاده موضع چکاب میگن. در همین درون سای یک جای هست که آب میچکد، فقط یک میچکد و در یک کل جمع میشود. بعد اینا از وی استفاده میبرند. من اینجا زندگی میکنن، مال و حال میکنن و مالاشو من در دشت دمم میچرن. ولی شما نصیب خدا خواهد من به همین موضع ها سفر میکنید. رفته از سری فرمیشه طرفی فنگت رهسپار میشید تا بعد سفرتون دوام میکنید انشالله رب العالمین. راه ما استا به بلندی از اینجا به سوی منی قله بلند تا همان قله باید با برویم. با مبین درختان رفته از قله میگردید تا عاقب قله و اونجا قشلاق فنگت است. بعد سفرتون دوام میکنید انشالله. این از این طرف قشلاق فنگت به یگان راه ماشینگرد علاج نیست، سواره فقط هر سوار از سوار یا پیاده فقط با راه پیاده رو فهمت. تشکر. سفرتون بی خطر شود. سلامت. من این برادر ما رحمت اسماعیل جان مهمان ضیافت کردید. انشالله باشه، زنده باشید دایم. اکنون ما امید داریم که اکنون از بالای هم بیاییم یک پیاله چای خوشرو همینجا البته می‌نشینیم و باز به سوی وطن خداخواه راه دوام می‌دهیم. درک سری رود نشکنده. هر دادم سر رودشتن نمیتونه. این کس در سرگاه کوچه ایستادن و هر نفری که از طرف فنگت آمد یا از طرف حوض بیشتخته آمد اینجا می‌دراید و از دسترخوان اکوی اسماعیل انا یک بریدن نان خورده و یا به این سو یا به آن طرف رهسپار می‌گردد. همچنین یک سرکه بسیار شاخش به مثل آخ و مانند خوردیم. آشد نوش جان. اکای اسماعیل هزاران رحمت برای این دستگشاده، برای این دسترخوان خیلی خوبه که برای ما تهیه کردند. انا اکنون دوستا سفر خود ما باید دوام بدیم به سمت پرمیشه، کوهتل پرمیشه و از آنجا ما سرنیشه میریم به دهه فنگت انشالله و اگر رسیدیم به همان فراز کوهتل انشالله از آنجا نیز یک گزارشی دیگر تهیه میکنیم و به فنگت که رسیدیم و از هر قدمی که رسیدیم و چیزهای جالب که دیدیم حتما یک گزارش های خوب و جالب و دیدنی تهیه میکنیم. یک دعا. اللهم افتح لنا باب الخير والبركة والدولة والسعادة فالله خيرا حافظا وهو رحم الراحمين. سبحان الله به هر دمم یار تویی، سبحان الله شایشی کار تویی، سبحان الله به عزتی کن فیکون، سبحان الله مرادی جمعی ما را حاصل کن. الله سفرتون بی خطر، مشکلتون آسان، حاجتون روا گردان. الله اکبر.